زمین و هر چی در آن است دنیا و ساکنان آن از آن خداوند است. زیرا که او آن را بر بحرها بنیاد کرده است و بر دریاها برقرار نموده است. کیست که به کوی خداوند برآید و کیست که در مقام مقدس او بایستد؟ کسی پاکیزه است و پاک دل که جانش به آرزوهای بیهوده نگرانیده نشده باشد و قسم دروغ نخورده باشد. برکت از خداوند و خیر از خدای نجات دهنده خود خواهد یافت. این است نسل طالبان او، طالبان روی تو ای خدای یعقوب. سلا. ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید و ای درهای قدیم برداشته شوید، پادشاه جلال می آید. کیست این پادشاه جلال؟ خداوند قادر و جبار، خداوندی که در جنگ جبار است. ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید و ای درهای قدیم برداشته شوید، پادشاه جلال می آید. کیست او این پادشاه جلال؟ خداوند لشکر هاست که او پادشاه جلال است. سلا.